آیا می دانستی که مرد یک کم زن هم است و زن یک کم مردم است؟ خبر داشتی؟ حالا میگین حالا خوب بیا و پورکویی دیگه چی گپ هسته و تشویش شدین. حالا من براتون تشریح میکنم که از نگاه علم و دانش طبابت و هم از نگاه روانشناسی یا spiritual point of view براتون میگم که چرا یک مرد کم زن هست و زن کم مرد است. خوبی ازی با ما چی است و چرا باید ایره بفهمیم. بخاطر که تا چند وقت پیش من خودم هم نمیفهمیدم از نگاه روانشناسی. خب بیا که اول از نگاه طبابت براتون بگیم که چی گپ است. خب بچگکای خورده ببینیم وقتی که دستنهای بلوغت میرسن به اصطلاح 12 13 سالگی اینا به خاطر ترشح هورمون تستوسترون آوازشان تغییر میکنه، مردانه میشه، شخ برود به اصطلاح میشن، برود میکشن، در بدنشون موی میبرایه و کم کم به اصطلاح از حالت بچه بودن به طرف مرد بودن میرن. و همچنان در این زمان دخترکا وقتی که دستنهای به اصطلاح 13 و 12 وقتا اونا هم به خاطر ترشح هورمون های زنانه بدنشان تغییر میکنه و آواز و به اصطلاح هم عادت موار میشن دیگه به خاطر هورمونایی که در بدن ترشح میشه. حالا میگن که خب این زنانه و مردانیش اینا از کجا شد، چرا ما زن هستیم و مرد هستیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر که همین هورمون تستوسترون که گفتم مرداره به اصطلاح ریشی برود میتن و به اصطلاح بدنشان هم مردانه تر میسازن. همون هورمونا در وجود زنها هم وجود داره و همین هورمونایی که زنها به اصطلاح عادت موار میشن و یا سینه هایشان برجسته میشه همون هورمون در مردها هم وجود داره. اینال فرقش چی است؟ فرقش است که مقدارش. وقتی که اگر هورمون تستوسترون در یک زن زیادتر باشه زن هم ریش برود میکشه دیگه باش که ریش برود خودم میگیره. زنایی که ریش دارن یا آوازهایشون یا اقدام مردانه میباشه این به خاطر هورمونای مردانه یا تستوسترون میباشه. هورمونای زنانه در مردم زیاد میشه، مردم به اصطلاح سینه هایشون بزرگ میشه. این بود از نظر طبابت. حالا میریم از نظر سایکولوژی یا روانشناسی براتون میگم. اما باید تا آخر بشنویم بخاطر که بسیار زیاد جالب است و فکر میکنم که بسیار در زندگی روزمره ما را کمک میکنه. این حالا براتون میگم. در اواخر سال 18 یک مرد به نام کارل یونگ، یک روان درمانگر یا سایکاتریست یا سایکولوژیست روانشناس به نام کارل یونگ بود که این آدم بسیار کارهای بزرگ در دنیای روانشناسی کرده. از سویزرلند بود این آقا. او میگه یکی از تئوری‌هایش است که در ناخودآگاه زن و در ناخودآگاه مرد یک انرژی وجود داره به نام انیما